مثلا زنها بسیار سوال میده که قرآن بیرومال خواندن ممکنه؟ هیچ گپی ندارد قرآن بیرومال خواندن. خواه میگو پگه اینو بی سطر بی لباس خواندن هم اجازت میده. آخر چیزی که شریعت حرام نکرده است چه خیلی حرام گوییم؟ برای زنها فقط بی لباس کوچه برآمدن، یعنی پیش مرد بیگانه برآمدن حرام است، یا بله زنی بیگانه هم پیش زنی بیگانه هم بی لباس نمیبراید. این چونین وقتی نماز رو باید سطر پوشد. زنک باید همه جوش پوشد، مردهای هم سطر عورت داشته باشند در نماز. الله تعالی میگه خذوا زینتکم عند کل مسجد. وقتی که شما به پیشگاه الله تعالی میستید، سجده کردنی میشید، نماز خوانده میشید، زیب و زینت خودتون نگیرید. بله در وقت نماز سطر کنید. طهارت به شرط نه خواهر عزیز، برای قرآن خواندن شرط نه. این خیلی شریعت وزنین کرده نفهمونیم. یعنی برای قرآن خوندن البته باید زنک سطر و حجاب پشت قرآن خواند. نه لباس خانگیش که چه خیلی حالتی که هست همون خیلی شته قرآن خواندن گرد، همون خیلی شته طهارت کردن گرد، اینجا که پینه داره.